سلام علیکم دوستان عزیز، در کانال سامادف تیوی هستیم. خیلی این موضوع اینو در گلامی فهمیدین. اویدی شان امسی اکه شعبوز میروه موضوع بسیاریتون روی در کامنتاری اول ویدیو را ندیده می نویسین تو کی شان خیلی میگه شان فلان کنه شان کارولای خیلی مایس پس قویل مایس پس گپ ندارم این موجود کمی چیزش میگم من پیشتر پاسوکاش در قواتش میسیم در قومتشم انشالله چی دستگیری ای دستمون بیا گرچند یازی ما در غریبیم در تاجیکستان نیستیم ای دستمون اومگی براش میکنم. من یادم امروز اعتبارا حرمت کردم سبب بسیاریتون میگه سامادف ازی دکناشی دیتره سامادف شما هر گب میگفت ازی بود کناسی نشان تا بوده سعی نه برادرای عزیز ما خیلی شان مثال بگیم شان مرا ممکن نشناسه نمیدانه خیلی بسیاریتون ممکن شناسه نپیشن می کار و بارو فعالیت رو من شان مثال بگیم همچون رپر حرمت نمیکردم همین کارش مثال ستیلش خوندنش مثال همین چیزاش من در معقول نبود انا با یک چیز دیگه همچون آدم من قطعی آدم شتگی نبودم چک خیلی نیستم مثال بگیم هیچی گفتن نمیتون برای که روی مردی نیست که آدم ندانی نشناسی چی نکنی روی رفتار و پنیتیش یکان گپ بگوی نیتای خیلی هر که هر چی میگفت اگده من مثال بگیم 99% رپراشون قطعی شتگیم گپ میزنم میگفتنیم که 90% رپراتون بالا بلند و یک چیزی دیگه من برای چی حرمت کردم بسیار تانگه پادی قلگفه بسیار گفت نم ویدیو خودش уже 2 минуты 10 секунд شد هم یک ویدیو درام هم دیدم شان مراجعت با همه بلاگرها کرد که سو همه تان هر سوم کار میکنه های راست من میدونم یوتیوب کی چند سوم کار میکنه چند قایچ خیلی گفت بیا هر کامون $100 ما در امروز می کار کردیم و خیر کنیم رنگی هم بسیاری هاش خیر ای مردم نه طلبه نه کساشون نبزنه نه خیر کنیم اسمای خودمون خیر کنیم هر ما یک کماغلی دم بسیار فکری عالی جناب با خدا الله شایده که همین فکر خودم داشتم گفتم همین فکر کردنی بدم گفتم مراجعه که خداوند در دل یک شعبوز لخته اکا جان گپ ندارم برای فکر رپر و بلوگر و مرحمت کوی نمرتهی چین ایقا خیر خواه میگیرین خطانه ایقا آدم های پراویلی میگیرین خطانه مرحمت یا جویشین کوی نه ها بگیرین سر کنین کو هر ما مردک شین همون سون ورق بزنین این هم بگین استاد همونن این همه برادرها رفتیم خیر کنین هممون یا جا نه بگیرین خیر کنین کو بگین که نه 10 نفر باشین $100 $1000 ده 3 اویله را مثال یک ماه پرودکتش هم میشود ده اویله کم بغل تا آخری عمرتون اشمامی ندار میشوند 10 تان درام میکنند یا دیواری کم بغلی به خانه و به چی را مثال بگیم یک خانه زمینی یک قشلاق دیگه بگشه ساز میکنین تارشونه چی میکنین که در زمستان ها میستید بارون نمیزنه 10 تان تا آخری عمرتون درام میکنند یا ما یه مسجد خیلی خطان بینین باقی پناه الله باشین خداوند همه تان هدایت کنه همه تان حرمت میکنم زنده و سربلند باشین پناه الله حکایشان زنده باشید خدا این فکر کاری که اگر بکنی کاری خیره انشالله خداوند چندین مرتبه بازیاب میکنه باقی پناه الله همه تان زنده باشید